رسول الله صلی الله علیه و سلم اینترنت داشتن، ماهواره داشتن، فیسبوک داشتن، فرکانس داشتن، هوتبرت و یادسات، گلکسی داشتن. چیزی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به اصحاب کرام داشتن به امروز دعوتشون به سراسر دنیا رسید، نیت بود، اخلاص بود، ایمان واقعی بود. سبب میشه که الله سبحانه و تعالی ولو این که شما کار کوچک و اندکی انجام بدید به اون برکت عطا بکنه. کشورهایی مثل اندونزی، مالزی، بزرگترین کشورهای اسلامی از نگاه جمعیت محسوب میشن. مردم اونجا با ماهواره هدایت نشدن، با اینترنت هدایت نشدن، کسی اونجا شمشیرم نزد، قطره خونی هم در اونجا ریخته نشد. مردم اونجا به زبان اخلاق مسلمان ها هدایت شدن. برای که حتما باید امکانات باشه، حتما باید کشورها، سازمان های استخباراتی به شما اجازه بده تا شما بتونید نامتون رو به گوش مردم برسونید. برکت در اون کاری است که به خاطر